به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، اگر در زیر کوه چشمه آنجا براید، این آبی زلال چشمه هر قدر از میان زمین ها و دیه ها گذرد، همان قدر با چیزهای دیگری از خس و خاشاک آلوده می گردد. این در حالی که البته چشمه به سیر خودش به حالت خودش حرکت کند، اما باز آنجا اگر کسانی باشند که قصداً آن آب را آلوده سازند، معلوم است تا پایان دیه حال آب چشمه چی می شود. هر که خواهد آبی صاف نوشد می باید سعی کند به منبع اصلی چشمه به زیر کوه رسد. اینجا قصه آب و خاک نه، بلکه منظور فهم مردم، شناخت مردم از دین و شریعت است. وابسته به فهم دین نیز، هنگامی که فهم درست دین، رسانیدن دین ممنوع می شود، تعلیم دینی صحیح جرم و جنایت محسوب می گردد. البته جای فهم درست در ذهنها خیال و خرافات جایگزین شده ریشه می گیرند. یکی از آن خیالهای غلط، آن پندارهای بافته و ساخته که به دین گاه نسبت داده می شود، این است که گویا دین، گویا شریعت زن را از حق تعلیم و تحصیل محروم کرده باشد. اگر این گفته را به تمدن یونان قدیم، ریم قدیم یا تمدن هند و بابل و یا حتی تمدن غربی در عصرهای میانه اگر نسبت داده شود، بلی درست است، چون که در این تمدنها و در این عصرها زن نه تنها از حق تحصیل محروم بود، بلکه از هر نوع احترام و کرامت عاری بود و زن را یک موجود نحس عبارت از شر و شرور و همچنین یک متاع مورد خرید و فروش قرار داده بودند. اما در شریعت اسلام باشد، زن کاملا با مرد در این مسئله برابر حقوق است، حق تحصیل علم دارد. بعد در بعضی وظیفه ها که از مرد فرق دارد، البته وظیفه هایی است که وابسته به گوناگونی طبیعت و فطرت اوست که خداوند این دو نوع را با خصوصیت های الهیده روانی و جسمانی از هم فرق کننده آفریده و بر دوش هر یک وظیفه های خاص خود را واگذار کرده. اما در مسئله کرامت انسانی، در مسئله حق تعلیم و تحصیل کاملا با مرد برابر است. اگر نفری از بعضی کشورهای مسلمان نشین، از بعضی جامعه های مسلمانی مثال آورد که آنجا زنان و خواهران در ساحه علم عقب ماندند، نخست باید تصرف بعضی مسلمانان را از تعلیمات صاف دین جدا کرد. یعنی دینی مبین مسئول تصرفی هر مسلمانی که دینش را درست نشناخته مسئول نیست. ثانیاً در بعضی کشورهای بتپرست و یا حتی بیدین چنین عقب ماندگی در ساحه معارف دیده می شود. اینجا علت در دینداری و بیدینی مردم نه، علت در ساحه معارف، علت در فرهنگ مردم، علت در مناسبت مردم با علم و تحصیل است. این پندار که شریعت اسلام زن را در خانه محکم می کند و نمیگذارد در مکتب و دانشگاه تحصیل علم کند، این از زمان خس و خاشاک است که بر چشمه صاف دین پیوست شده، آمیخته شده. البته که برای برآمدن زن از خانه شریعت اسلام آداب قانون دستورهای مقرر کرده که زن مسلمان، دختر مسلمان میباید رعایت کند. از پوشش حجاب و شکل گفتار و شکل حتی راه رفتن، این آداب است که مقرر کرده، اما اجازت داده که زن نیست برابر مرد تحصیل کند، علم خواند، به درجه های بلندی علم و دانش رسد. اینچنین باید منصفانه اقرار شد که در بعضی جمعیت های مسلمانی زنان و خواهران مسلمان به زینه های بلندترین علم رسیدند، در مهمترین مرکزهای علمی پژوهشی کار و فعالیت میکنند، حتی صاحب اختراعها هم هستند. دوستان عزیز، بیایید این قضیه را، قضیه حقی تحصیل داشتن زن را در سرچشمه اصیل دین، در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم نگریم. امام بخاری در صحیح خود که صحیح ترین کتاب بعد قرآن محسوب است، باب را به عنوان باب تعلیم النبی صلی الله علیه و سلم امته من الرجال و النساء نامگذاری کرده. یعنی باب تعلیم دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم مردان و زنان امتش را.
امام بخاری در این باب از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری روایت کرده که ایشان میگویند جاءت امرأة الى النبي صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ابو سعید خدری میگوید زنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم حاضر شد و عرض کرد ای فرستاده خدا، مردان از سخنان شما بهره‌مند میشوند، برای ما زنان نیز روز جدا کنید که ما در آن روز نزد شما آمده از شما علم آموزیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به این خانم گفتند اجتمعنا یوم کذا و کذا، روزهای فلان و فلان جمع شوید. چون جمع شدند پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضور ایشان آمد و آنها را علم تعلیم داد. این حدیث را علاوه بر روایت امام بخاری امام مسلم نیز روایت کردند. یعنی حدیث متفق علیه، حدیثی که هم امام بخاری و هم امام مسلم روایت کردند در زینه بالاترین احادیث صحیح قرار دارد و بر عیان و بر وضوح روشن دلالت کرده ایستاده است که زنان نیز از مجلس علم پیامبر صلی الله علیه وسلم برخوردار می شدند، علم می آموختند، تحصیل می کردند. این چنین آنگونه که به اکثر معروف است، معلوم است، اولین خطاب خداوند بر اهل زمین، بر همه مردان و زنان، امر اقرا یعنی بخوان است. اینجا جدا نکرده مردان یا زنان، همه نوع انسان اولین سفارش از آسمان برایش، اولین امر الهی برایش امر بخوان است. تحصیل کن، بخوان، علم آموز، به امیدی فهمی درست دین و به امیدی رسیدن به قله های بلند علم در حفظ خداوند باشید.